ادب و سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رسیدیم به فصل سوم، خط روند یا ترن لاین و نحوه ترسیم آن. قبل از ضبط ویدیو میخوام تشکر کنم از مجموعه تیم پیکنیک حمایت از چنل ما و دیده شدن آپدیت های 2025 سبک آلفونسو. خب میخوایم ببینیم نحوه ترسیم خط روند چطوری، اصلا چرا به خط روند نیاز داریم. از اونجایی که همتون میدونید سبک آلفونسو یک سبکیه که کاملا سیستماتیک و مکانیکه، یعنی هر کسی که میخواد این سبک رو یاد بگیره باید تمام قوانینش رو یاد بگیره. حالا چرا ما به خط روند نیاز داریم؟ ما در این سبک خط روند رو ترسیم میکنیم به خاطر اینکه زودتر از همه به تغییر داینامیک مارکت پی ببریم و زودتر از همه بفهمیم که آیا داینامیک مارکت تغییر میکنه، آیا میخواد نزولی بشه یا میخواد تغییر کنه از نزولی به صعودی. و اینجا میخوایم نحوه رسم خط روند رو یاد بگیریم، ترسیم روند رو گام به گام و اینکه الگوهای ادامه دهنده برای ترسیم خط روند استفاده نمیشن مگر به شرطی. حالا کاربرد اصلی خط روند چیه؟ یعنی همون جوری که از اسمش مشخصه، خط روند برای شناسایی روندها و عدم تعادل یعنی این بالانس ها در تحلیل زنجیره‌ای استفاده میشن. یعنی شما به خاطر اینکه تحلیل زنجیره‌ای درست رو داشته باشید روند رو یاد بگیرین و یاد گرفتن این خط روند در شناسایی این بالانس ها به شما کمک میکنه. در این سبک من دو نوع ترن لاین میخوام براتون آموزش بدم که نوع اول ترن لاین من ترن لاین رگولار یا همون ترن لاین معمولی هستش که بیشترین استفاده رو ما از توی این سبک از ترن لاین معمولی یا همون رگولار داریم. در ترن لاین رگولار همیشه دنبال شکل W هستیم که وی دومش بالاتر از وی اولش ثبت و تشکیل شده باشه. حالا چطوری؟ ببینید در روند صعودی من توی ویدیوهای قبلی در مورد ایمپاس ها و کارکشن ها خیلی مفصل بهتون آموزش دادم که ایمپاس ها چیه، کارکشن ها چیه، اصلاح و استراحت چیه. حالا میخوایم از اینا در تشخیص سوینگ ها و در ترسیم خط روند استفاده کنیم. ببینید دوستان، ما حالا میخوایم حال مارکت رو پیدا کنیم. فکر کنین که یعنی میخواین حالا دو سوینگ آخر حال مارکت رو، نمودار رو باز میکنی، از سمت چپ شروع میکنی، این حال مارکت منه، این حال قیمتی مارکت منه. میخوام حالا دو تا سوینگ آخر رو به هم ترسیم کنم. میام چیکار میکنم؟ میام یک وی شکل رو اینجا من یک دره رو پیدا میکنم که از کارکشن و ایمپاس تشکیل شده. دوباره این شکل وی من اسمشو میذارم وی یک، همونطور که اینجا من براتون نوشتم وی شکل. حالا میام چیکار میکنم؟ دوباره یک کارکشن دیگه و یک ایمپالس دیگر رو پیدا میکنم که شکل وی شکل رو برای من دارن، شکل وی شکل رو دارن که از هم بالاتر ثبت شدن. یعنی حتما این وی دوم من باید بالاتر از وی اول من ثبت بشه. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام براش خط روند ترسیم کنم. اینهای اول من و اینهای دوم من حتما در خط روند صعودی که ما میخوایم دوتا سوینگ رو به هم ترسیم کنیم، توی ویدیوهای قبلی هم بهتون توضیح دادم، حتما های دوم من، اینهای دوم منه، بالاتر از های اول من بسته بشه. حالا نوع بسته شدنش مهم نیست، میتونه با شادوی کندل باشه، میتونه با بدنه باشه، حتی کوچکترین پیپ، یعنی در حد 4 پیپ 5 پیپ، مهم نیست، بالاتر از های اول من بسته بشه. من میتونم ترن لاین رو چیکار کنم؟ ترسیم کنم و بگم که من اینجا دو تا سوینگ دارم، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. حالا این خط روند ما آپدیت میشه، دوباره میاد چیکار میکنه؟ یک کارکشن میزنه، یک اصلاح قیمتی برای من میزنه، دوباره یک ایمپالس میزنه
چیکار میکنم؟ من میگم که های سوم من بالاتر از های دوم من ثبت شده. های سوم من بالاتر از های دوم من ثبت شده. پس من میام چیکار میکنم؟ خط روندم رو آپدیت میکنم و دو سوینگ آخر قیمت رو به هم ترسیم میکنم. دوستانی هستن که میگن مثلا این خط روند قبلی چی میشه؟ این خط روند قبلی دیگه برای من معتبر نیست. من همیشه در سبک عرضه تقاضا دو سوینگ آخر رو به هم متصل میکنم و میگم که چی؟ من اینجا دو تا سوینگ دارم که میتونم ازش خط روند عبور بدم و ترند رو برای خودم مشخص کنم. خب یه نمونه دیگه از نماد داو جونز در تایم فریم روزانه میبینیم. فرض میکنیم که این قیمت رو، این کندل ها رو ما نداریم. قیمت اینجا، حال مارکت من اینجا هستش. میخوام خط روند ترسیم کنم ببینم آیا دو تا سوینگ من هایرهای بالاتر زده یا نه. میام وی شکل رم رو اینجا میبینم، یک سوینگ رم رو اینجا میبینم. حالا دنبال وی دوم هستم، یعنی دره دوم هستم. میبینم یک کارکشنی اینجا زده شده، وی دوم من اینجا تشکیل شده که هایرهای بالاتر زده. اول ترسیم خط روند رگولار اینه که حتما هایرهای در روند صعودی و لوئر در روند نزولی که حالا میخوایم بهش بپردازیم هستش. میبینن که بله اینجا های من اینجا هستش و های دوم من تونسته از های اول من بالاتر از این ثبت بشه. میتونیم از خطکش هم استفاده کنیم، میتونیم یه خطکش بندازیم ببینیم که آیا با شادو، با بدنه، حتی چند پیپ هم ثبت شده باشه. من مجاز هستم اینجا چیکار کنم؟ خط روند صعودیم رو بیام ترسیم کنم و بگم که بله من اینجا دو تا سوینگ دارم که مجاز هستم براش خط روند ترسیم کنم. خب حالا میخوام برای ترند لاین رگولار نزولی توضیح بدم. من توی حال مارکت رو پیدا کردم. این حال مارکت منه، با قلم نشون بدم. این حال مارکت منه. میخوام یک خط روند نزولی ترسیم کنم. میام چیکار میکنم؟ قله، یعنی پیک اولم رو پیدا میکنم. این پیک اول منه، یک ایمپالس، یک کارکشن، یک اصلاح قیمتی و پیک دوم من. آیا من مجاز هستم اینجا خط روند نزولی ترسیم کنم؟ بله. چرا؟ چون لوی دوم من، این لوی دوم من، این ایمپالس من تونسته پایین تر از لوی اول من بسته بشه. دوباره توضیح میدم. کارکشن، ایمپالس. این ایمپالس من تونسته لوی پایین تر از لوی دوم من تونسته لوی پایین تر از لوی یک بزنه، یعنی یک لوور لو بزنه. پس من مجاز هستم این دو پیک رو به هم ترسیم کنم. این یک قله، اینم یک قله. براش خط روند نزولی مجاز هستم ترسیم کنم. حالا میخوایم آپدیتش کنیم. قیمت اومده میخواد آپدیت بشه. دوباره میاد چیکار میکنه؟ قیمت میاد یک کارکشن میزنه، دوباره یک ایمپالس دیگه میزنه، لوی پایین تر ثبت کرده از لوی دوم، لوی پایین تر ثبت کرده. این ایمپالس تونسته لوی پایین تر ثبت کنه. میام چیکار میکنم؟ خط روندم رو آپدیت میکنم، از دو تا قله دوم ترسیم میکنم. ببینید دوستان این دیگه بر این خط روند قبلی دیگه برای من اعتبار نداره. من میام چیکار میکنم؟ دو تا سوینگ آخر رو پیدا میکنم و به هم متصل میکنم. این شد خط روند نزولی من. خب یه نمونه دیگه برای خط روند نزولی میخوایم حالا از یورو دلار ببینیم در تایم فریم روزانه. فرض میکنیم که این قیمت وجود نداره، قیمت اینجا هم هستش. من میام چیکار میکنم؟ قله اول رو پیدا میکنم. اوکی، قله اول رو پیدا کردم، اسمشو میذارم P1. خب قله دوم رو پیدا میکنم. آیا این قله دوم تونسته از قله اول من پایین تر بزنه، یعنی لوور لو بزنه؟ بله. اگر من یه خط کش بندازم اینجا میبینم که این کندل تونسته پایین تر از این لوی پایینی بسته بشه. پس من مجاز هستم چیکار کنم؟ این خط روند رو براش همونطور که من ترسیم کردم ترسیم کنم. دیدین دوستان چقدر راحته؟ حتما خط روند برای ما انقدر سخت نیست. شما باید اون سی پی سوینگ رو، یعنی اصول خط روند اون سی پی سوینگ هستش که من توی ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم.
وگرنه خط روند انقدر برای ما سختی نداره. قله اول رو پیدا میکنم، قله دوم رو پیدا میکنم که لوی پایین تر زده. حالا لوی پایین تر زده چیکار میکنم؟ میام براش خط روند ترسیم میکنم. خب رسیدیم به یک نمونه ای از ترن لاین نامعتبر. من کوچیک کنم. خب اینجا من دو تا سوینگ دارم. این سوینگ یک منه، این سوینگ دوی منه. آیا من مجاز هستم این دو تا سوینگ رو به هم ترسیم کنم، خط روند ازش عبور بدم؟ میام چیکار میکنم؟ میبینم که اینجا من یه سوینگ دارم، یک قله دارم. سوینگ دوم من آیا تونسته لوه پایین منه دیگه، این لوه یک منه، این لوه دو تونسته پایین تر تشکیل بشه؟ میبینم که نه، تشکیل نشده. پس من مجاز نیستم این خط روند رو عبور بدم. میام چیکار میکنم؟ قله قبلش رو به هم دیگه اتصال میدم، یعنی این ترن لاین یک رو من ترسیم میکنم. من رو خط صافم ترسیم کنم، خط صافم رو ترسیم کردم. میبینم که بله اینجا من دو تا سوینگ دارم که لوی پایین تر از هم تشکیل داده. این لوی یک منه، لوی دو تونسته لوی یک رو بشکنه، یعنی پایین تر ثبت بده. پس من میتونم این دو تا سوینگ رو به هم ترسیم بدم. یا اینکه میام چیکار میکنم؟ یا اینکه میام منتظر میمونم قیمت آپدیت بشه، منتظر میمونم این قله پایین ترم رو خط روند خطچین براش میندازم، ببینم که آیا تونسته این لوح دوم من دیگه چند ساعت گذشته تونسته پایین تر بسته بشه یا نه. میبینم که بله، لوح اول من توسط لوح دوم من شکسته شده، پایین تر تشکیل شده، پایین تر بسته شده. پس من میام چیکار میکنم؟ خط روندم رو آپدیت میکنم. این برای آپدیت خط روند حتما باید لوهای پایین تر تشکیل بشه. بچه ها ببینید حتی بیاد یک کارکشن دیگه اینجا بزنه، دوباره یک لوح پایین تر تشکیل بده، پس من این لو رو میکشم، میبینم که لوح سوم من از لوح دومم پایین تر بسته شده. پس من میام چیکار میکنم؟ اینو پاک میکنم، مثال اینو پاک میکنم، میام چیکار میکنم؟ از سوینگ اول به سوینگ دوم ترسیم میکنم. دیگه این خط روند قبلی برای من معتبر نیست. نوع دوم ترن لاین یعنی ترن لاین اگریسیو که بهش تهاجمی هم گفته میشه، ولی ما به اسم اوور اکستنشن یا مخفف او اینو میشناسیم. در ویدیوهای قبلی بچه‌ها من خیلی در مورد سی پی ها صحبت کردم. گفتم زمانی یک سی پی معتبر میشه برای ما که یک لگ این و لگ آوت این سی پی ها از کندل ERC باشه، یعنی این لگ اینش سی پی، لگ آوتش لگ این ERC، سی پی و لگ آوتش کندل ERC باشه. دوباره یک لگ این سی پی، لگ آوتش کندل ERC، دوباره این همین لگ آوت این سی پی، لگ اینه، لگ آوت این سی پی، لگ این این سی پی میشه لگ این سی پی و لگ آوت. زمانی ما میتونیم خط روند کنیم که ببینیم کندل یعنی قیمت اومده چیکار کرده؟ 3 تا سی پی پشت سر هم زده، یعنی یک سری بایرها اینجا ورود زدن به مارکت، اجازه اصلاح رو به مارکت ندادن، یک حرکت قوی انجام داده، یک ایمپالس قوی انجام داده، یک پاز اینجا یک مکسی انجام داده، وایساده قیمت، یک سی پی تشکیل شده، دوباره یک لگ حرکتی، دوباره یک مکس لگ حرکتی، یک مکس و یک لگ حرکتی دیگه. شما میان وقتی که این سه تا سی پی رو فرض میکنیم که این قیمت رو ما نداریم، این قیمت رو نداریم، قیمت همین جاها برای ما وایساده، این کندل ها رو هم نداریم. خب میام میبینیم که 3 تا سی پی پشت سر هم قیمت زده که یک لگ این و لگ آوتش از کندل های ERC. میام چیکار میکنیم؟ میام براش خط روند ترسیم میکنیم.
خط روندم جوری ترسیم کنیم که بچه‌ها این 3 تا سی پی رو پوشش بده. خیلی هم سخت نگیریم، خط روند رو ترسیم کنیم معمولی باشه که 3 تا سی پی رو با هم پوشش بده. نکته حالا اینو بگم، برای روند نزولی هم همینطور. ما یک کندل ERC، کندل لگ این، بیس، لگ اوتش ERC، دوباره لگ این که این کندل، بیس، لگ اوت، دوباره بیس، لگ اوت. خب من اینجا 3 تا سی پی پشت سر هم دارم، میتونم چیکار کنم؟ براش خط روند اگریسیو ترسیم کنم. نکته مهم اگریسیو اینه که بعضی از دوستان میان چیکار میکنن؟ با اوور اکستنشن سی پی اشتباه میگیرن. اوور اکستنشن کندل چطوریه؟ زمانی که ما 3 تا کندل یا 2 تا کندل لانگ بار یا ERC پشت سر هم داشته باشیم بدون هیچ مکسی، بهش میگیم اوور اکستنشن کندلی. این برای امتیاز دیپارچر استفاده میشه. فرض میکنم اینجا من یک دیمن دارم، اینجا یک دیمن دارم، توی مبحث های بعدی بهش میرسیم. فقط میخوام اینو بگم که شما مجاز اکستنشن کندلی خط روند ترسیم کنیم. فرض میگیریم که اینجا یک دیمن داریم، 2 تا 3 تا کندل ERC زده. خب من میگم که این دیمند دیپارچرش خیلی قویه، اومده 3 تا کندل ERC زده، یک اوور اکستنشن کندلی به وجود اومده. پس من مجاز نیستم بیام توی نمیدونم فیلیپسون میگن دوستان حالا، یا ناحیه های تایم فریم کوچکترش تایید کنم. چرا که این اوور اکستنشن کندلی 100% یعنی 100% نباشه، 99% برمیگرده به منشأ حرکتش. پس من صبر میکنم قیمت به اینجا برگرده و من وارد پوزیشن بای بشم. پس چی شد دوستان؟ اوور اکستنشن کندلی رو با اوور اکستنشن سی پی اشتباه نگیرید، براش خط روند ترسیم نکنید. خب رسیدیم به قانون بعدی، قانون تخطی از ترین لاین که آلفونسو بهش میگه کاتفورد کندلستیک. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تخطی از ترین لاین یعنی چی؟ یعنی شما 2 تا سوینگ دارین که میخواین به هم ترسیمش کنین. این 2 تا سوینگ منه، 2 تا پیک، 2 تا قله منه، میخوام به هم دیگه ترسیمش بدم. وقتی ترسیم میدم میاد چیکار میکنه؟ قیمت نفوذ میکنه به خط روند من. میبینید اینجا نفوذ کرده به خط روند من، ولی قدرت شکستن این خط ترین لاین رو نداشته. آلفونسو میگه که اگر میخواست این خط روند بشکنه میومد با این کندل مثال اینجا بسته میشد، مثال اینجا شکسته میشه. حالا که شکسته نشده، حالا که تخطی ایجاد کرده، یعنی کاتفورد کندلستیک ایجاد شده و برگشته داخل، ببینید اینجا نفوذ کرده، برگشته کندل خارج از این، یعنی بدون برخورد به خط روند OCHL بسته شده، دیگه این خط روند برای من اعتبار نداره. دوباره توضیح میدم بچه ها، شما 2 تا سوینگ دارین، میخواین به هم اتصال بدین، میخواین خط روند ترسیم کنین. وقتی خط روند ترسیم میدین میبینین که از وسط کندل ها عبور داده میشه این خط روند، یا از وسط شادو ها. در این صورت این خط روند برای شما نامعتبره. مخصوصا به این نکته توجه کنید، وقتی که قیمت برگرده نفوذ کنه و نتونه قیمت ترین لاین رو بشکنه، نفوذ کنه به خط روند ما، برگرده داخل خط روند، یک کندل داخل خط روند بدون هیچ برخوردی با خط روند ببنده، یعنی OCHL کنه، دیگه این خط روند برای ما اعتبار نداره. حتی وقتی بیاد این خط روند بعد از نفوذ شکسته بشه، مثال بیاد بشکنه، دیگه این ایمبالانس برای من معتبر نیست. اینجا یک ایمپالس دارم، نه ایمبالانس. اوکی؟ حالا بریم قانون بعدیش رو بخونیم. گفته که حالا که من اومدم خط روند رو ترسیم کردم، کاتفوردی کندل استیک اتفاق افتاد، تخطی از ترین لاین اتفاق افتاد،
چطوری میتونم اینو تغییر زاویه بدم؟ تغییر زاویه ترین لاین که آلفونسو بهش میگه adjust ترین لاین. میگه که زمانی توی ویدیوهای قبلی ما خیلی در موردش صحبت کردیم، گفتیم که CP جزء ساختار، CP جزء ساختار سوینگ یا سوینگ قله یا سوینگ دره. میگه که زمانی که شما یک CP داشته باشید، این CP منظورشه، زمانی که شما یک CP داشته باشین، CP مانند، وقتی میگم CP مانند یعنی در دل یک سوینگ اتفاق افتاده، یعنی جزوی از این سوینگ منه، این CP جزوی از این سوینگ منه. شما یک CP داشته باشید که جزو ساختار سوینگ باشه و این CP داخل این سوینگ تشکیل شده باشه، شما مجاز هستید چیکار کنید؟ تغییر زاویه ترین لاین بدید. توی تصویر قبلی دیدین که ما این سوینگ رو اومده بودیم چیکار کرده بودیم؟ اینطوری ترسیم کرده بودیم، درسته؟ حالا اومدیم دیدیم که این CP ما جزئی از این ساختار سوینگه. ما این CP رو جدا نمیتونیم لحاظش، در دل این سوینگ تشکیل شده. در این صورت من میتونم چیکار کنم؟ بیام adjust ترین لاین بدم، یعنی تغییر زاویه ترین لاین بدم، از نوک این CP ترسیم کنم و بگم که این ترین لاین من درسته. اگر این ترین لاین من شکسته بشه، کوچیک‌ترش بکشم، اگر این ترین لاین شکسته بشه پس من دیگه اینجا این پاس ندارم و یک این بالانس دارم و میتونم اینو بهش اعتبار بدم. یکم سخت دوستان میدونم، ولی اگر برگردیم به ویدیوهای قبلی و CP های جزء ساختار، CP جزء سوینگ رو شما دیگه هیچ مشکلی در تغییر زاویه ترین لاین یعنی adjust ترین لاین نخواهیم داشت. گفتم زمانی که یک CP داخل سوینگ تشکیل میشه، ما این CP رو جدا لحاظش نمی کنیم و میگیم که CP جزء ساختاره و میتونیم تغییر زاویه ترین لاین بدیم بهش. خب یه نمونه از تخطی ترین لاین رو میخوایم ببینیم. ببینید اینجا ما دوتا سوینگ داریم، این سوینگ 1، این سوینگ 2 لوور لو زده. پس من میتونم اینجا خط روند ترسیم کنم. وقتی خط روند ترسیم میکنم میبینم که تخطی کرده، قیمت اومده با این کندل به خط روند من نفوذ کرده. همونطور که میبینین این خط کندل اومده برگشته داخل خط روند و یک کندل اوسیچل کرده. پس دیگه این خط روند برای من معتبر نیست، حتی اگر با یک کندل شکسته بشه و من نمیتونم منشأ و مسئول داشته باشم، چرا که تخطی ایجاد شده. فقط یک ایمپالس دارم، یک ایمپالس. اگر این کندل که من ترسیم کردم واقعی بود، این شکسته میشد، اینجا من دیگه این بالانس نداشتم، فقط یک ایمپالس داشتم و برای تحلیل زنجیره ازش استفاده نمی کردم. دوستان این خیلی قوانینش ممکنه براتون سخت باشه ها، ولی با توجه به مکانیکی بودن سبک آلفونسو باید حتما اینا رو به خوبی یاد بگیرین. اگر یاد نگیرین توی تحلیل زنجیره دچار مشکل میشین. خب بیام برای نکات های مهم این فصل. گفتیم الگوهای ادامه دهنده یعنی CP ها برای ترسیم خط روند استفاده نمی‌شود، مگر اینکه چی؟ 3 تا CP پشت سر هم داشته باشیم. گفتیم لگ این، بیس، لگ اوت که کندل های ERC. اگر 3 تا CP پشت سر هم داشته باشیم میتونیم براش چیکار کنیم؟ خط روند عبور بدیم. حالا اینجا چی میبینین دوستان؟ اینجا میبینین که اومده چیکار کرده؟ اومده یک سوینگ رو، این سوینگ رو به CP متصل کرده. این خط روند برای ما اشتباهه. ما دو نوع خط روند داشتیم، یکی رگولار بود که 2 تا سوینگ رو به هم متصل می کردیم، این صعودیش بود و این نزولیش بود. یکی هم که CP بود که گفتیم 3 تا CP پشت سر هم در یک نمادی زده بشه، ما میتونیم براش خط روند اگریسیو
ترسیم کنیم. اینجا این خط روندی که ترسیم کرده از سی پی به سوینگ اشتباهه و برای ما مجاز نیست. خب بریم نکات آخر رو ببینیم. در هر تایم فریمی گفتیم هر تایم فریمی ترین لاین مخصوص خودش رو داره. شما مجاز نیستین. مثال اینجا ما نماد ریپل رو داریم در تایم فریم روزانه و 4 ساعته. شما مجاز نیستین که خط روند روزانه رو برای 4 ساعت استفاده کنیم. یعنی هر تایم فریمی خط روند خودش رو داره. ما می‌بینیم در تایم فریم روزانه ریپل ما 2 تا سوینگ داریم. این یه سوینگ، این سوینگ دوم، میتونیم براش خط روند ترسیم کنیم. در تایم فریم یه سوینگ داریم و این سوینگ دوم میتونیم براش خط روند ترسیم کنیم. اگر بیاین به این صورت برای تایم فریم 4 ساعت از خط روند روزانه استفاده کنید، متوجه تغییر داینامیک مارکت تایم فریم 4 ساعته نمیشین. یعنی چی؟ یعنی این خط روند 4 ساعته من بیاد اینجا شکسته بشه، اینجا شکسته بشه، روندش صعودی بشه، من متوجه این روند صعودی نمیشم. میگم که خب من اومده بعد 4 ساعت استفاده کردم، خب پس تا بیاد این خط روند روزانه شکسته بشه من از این پوزیشن جا میمونم. پس برای تایم فریم 4 ساعته نمیتوانیم از تایم فریم خط روند روزانه استفاده کنیم. خب دوستان اگر حاضرین با هم بریم چند تا از تمرین هایی که از ترین لاین برای آلفونسو ارسال کردیم رو ببینیم با هم دیگه و ببینیم به چه صورت بیشتر با هم یاد بگیریم و ویدیو رو به اتمام برسونیم. خب دوستان رسیدیم به یک سری تمرین هایی که شاگردهای آلفونسو براش ارسال کردم. میخوام ببینیم که خط روند به چه شکله، به چه شکل کشیده میشه. خب مثل همیشه از سمت چپ مارکت، از سمت چپ قیمت نمودار شروع میکنم. همونطور که میبینید اینجا یه قله دارم. این قله دوم من تونسته لو پایین تر بزنه، پس من مجاز هستم این خط روند رو براش ترسیم کنم. اینجا چی؟ اینجا یه قله دارم، اینم قله دوم من تونسته تر بزنه، پس من مجاز هستم این خط روند رو براش ترسیم کنم. و اینجا چی؟ اینجا یه قله دارم، آپدیت میخوام بکنم خط روندم رو. اینجا یه قله دیگه دارم، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. اینجا هم همینطور یه قله اول، قله دوم تونسته لو پایین تر بزن. این به این لوها خیلی توجه کنیم بچه ها. اگر جایی لو پایین تر زده نشه مثل اینجا یا مثل اینجا، من مجاز به ترسیم خط روند نیستم. اینجا یه قله دارم، قله دوم لوی پایین تر زده، پس میتونم خط روند براش ترسیم بکنم. خب تصویر بعدی رو داریم. اینجا یه قله دارم، قله دوم رو دارم، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. یا مثلا اینجا یک ولی دارم، ولی بعدی، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. قله لو پایین تر زده، میتونم براش خط روند ترسیم کنم. میبینید چقدر منظمه بچه‌ها. شماره گذاری شده، هر خط روندی ترسیم شده، شماره گذاری شده. مثال اومده اینجا آپدیت کرده، این قله اولش بوده، اومده یک آپدیتی قیمت انجام داده، اومده قله دوم ساخته شده. اینا سی پی بودن. ببینید دوستان اینا همه سی پی هن. سی پی نمیشه ازش خط روند ترسیم داد. سی پی اومده چه کار کرده؟ آپدیت کرده، این قله اول رو به این قله دوم متصل کرده. بریم تصویر بعدی. خب اینجا یه قله داریم، یک پیک داریم، میتونیم ازش خط روند عبور بدیم. دوباره اینجا یه پیک داریم، پیک یک، پیک دو تونسته لو پایین تر بزنه، پس ما مجاز هستیم ازش خط روند عبور بدیم. پیک دوم، پس مجاز هستیم ازش خط روند عبور بدیم. حتی اینجا میتونیم مثلا اینجا یه ولی داریم، ولی دوم داریم، پس مجاز هستیم ازش خط روند عبور بدیم. یا اینجا میتونستیم آپدیت کنیم، مثلا این پیک اول،
این پیک دوم یا قله دوم میتونستیم ازش خط روند عبور بدیم. بله، در ادامه آلفونسو اومده اصلاح کرده، همونطور که من اصلاح کردم گفته که چی؟ اینجا میتونستی آپدیت کنی این پیک اول رو به دوم که لوی پایین تر زده میتونستی ترسیم کنی، خط روند عبور بدی. هم اینجا دوتا ولی داشتی که های بالاتر زده، میبینیم بچه های بالاتر زده، پس من مجاز هستم اینجا خط روند سعودی براش ترسیم کنم. اینجا میتونستیم آپدیت کنیم اینجا و حتی اینجا این سوینگ رو میبینی اومده لوی پایین تر ثبت کرده، پس من میتونم این خط روند رو آپدیت بکنم. در ادامه دوباره به همین شکل یه قله اینجا دارم، قله دوم لوی پایین تر زده، پس من میتونم خط روند رو براش ترسیم بکنم. قله اول، قله دوم، قله اول، قله دوم، لوی پایین تر زده. دوباره اومده آلفونسو چیکار کرده؟ اصلاح کرده، براش گفته که اینجا میتونستی این قله رو هم در نظر بگیر. این قله رو هم در نظر بگیر، این قله یک، قله دو، میتونستی براش خط روند ترسیم کنی. برای تمرین های ترین لاین باید همچین خط روندهایی ترسیم کنیم. البته این خط روند اشتباهه، اگر من بخوام این ولی رو در نظر بگیرم این ولی، پس این دوتا رو به هم ترسیم میکنم، این سه تا چون های بالاتر از این زده نزده اشتباهه اینجا، یا این یک ولی و ولی دوم، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. برای تمرین خط روند به این صورت شما تمرین ارسال کنیم برای تحلیل از دوتا سوینگ آخر. مثال حال قیمتی من اینه، این وجود نداره، حال قیمتی من اینه، پس من میتونم این خط روند رو ترسیم کنم، نیازی به این خط روندهای قبلی نداره. اینا فقط برای تمرین شماست. در تصویر بعدی ببینیم اینجا یه قله داریم، قله بعدی، پس میتونیم براش خط روند ترسیم کنیم، چرا که لوی پایین تر ثبت کرده. اینم برای من یه قله است، میتونم اینو آپدیت کنم و براش خط روند ترسیم کنم. یا اینجا چیه؟ اینجا هم همینطور، میبینید یه قله اینجا دارم، یه قله، پس میتونم براش خط روند ترسیم کنم. بله، در ادامه همونطور که من اصلاح کردم آلفونسو هم اصلاح کرده، گفته که اینجا میتونستی یک قله آپدیت شده رو با قله قبلیش ترسیم کنی و ازش. اینجا چی؟ خب همونطور که میبینی یه قله اینجا داریم، اینو سی پیه، قله قبلیش هم این میتونست باشه که بخواد ازش خط روند ترسیم بده. یه قله اینجا داریم، یه قله اینجا داریم، تونسته لوی پایین تر بزنه. یه قله اینجا داریم، یه قله اینجا داریم. یعنی سخت ترین قوانین این سبک فقط خط رونده. خط روند نیست، این مشخص کردن سی پی ها و سوینگه. به خاطر همین ما 3 جلسه با هم کار کردیم در مورد سی پی ها و سوینگ ها که به درستی اینا رو یاد بگیریم، وگرنه خط روند کشیدن خط روند این خط سخت نیست، ترسیم پیدا کردن این سوینگ ها سخته، تشخیص این سی پی ها با این سوینگ ها سخته. شما برای تحلیل زنجیره‌ای فقط به این یک قوانین خیلی نیاز دارین که کجا ببینین سوینگ، کجا ببینین سی پیه. در ادامه دوباره اینجا یه قله دارین، اینم یه قله دیگه، پس دوی پایین تر زده میتونین خط روند ترسیم کنین. یه قله اینجا داشتیم، یه قله هم اینجا، یه قله اینجا، یه قله اینجا. حالا میخوام یه نکته بهتون بگم. ببینین اینجا ما اول دیپارچر رو در نظر گرفتیم که یک دیپارچر اینگالفینگ داره و یک کارکشن اصلاح قیمتی داره، براش خط روند ترسیم کرده. اگر این دیپارچر این کندل بود، این دوتا سوینگ رو با هم در نظر میگرفت، میگفت این دوتا سوینگ با همن. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که تمام نکات رو تمرین کنین، یاد بگیرین. برام در
قسمت کامنت همین ویدیو تمریناتتون رو ارسال کنید تا ما هم بتونیم تمریناتتون رو تصحیح کنیم. امیدوارم هر کجا که هستید موفق و مؤید باشید.